دوستان سلام، وقتتون بخیر. اگه دوست داری پوستت، چه خانوما چه آقایون، پوستتون واقعا تو سن 45-50 سالگیش 50 به بالا پوستتون شفاف و خوب بمونه، من الان خودم نزدیک 41 سالمه، دو ذره ریش گذاشتم اینجوری، حالا ریشام بدم شاید جوون‌تر نشون بده. ولی اگه دوست داری پوستتون خیلی خوب بمونه، دیر پیر بشید، یه رازیه بهتون میگم که ما خانواده پدریمو کلا چندین سال از پدری به بچگی، هم بچه به نوه فلان داره میچرخه، همون داریم استفاده میکنیم. واقعا هم یه چیز طبیعی خیلی خوب استفاده میکنیم، واقعا رو پوست و رو مو و رو همه چیمون تاثیر داره. من الان خداییش بخوام خودم چش نکنم، نه مو سفید دارم نه پوستم خدا رو شکر زیاد چروکه. حالا اگه دوست داشتید بدونید چیه، کامنت بذارید تا به همتون بگم، شما هم جوان بمونید. دوستتون دارم، عاشقتونم.